عزیزان من، شنیدم امروز شما هم از بچه های جوان هستید. ما امروز در توی ها صحبت میکنیم، در بالای تابوت صحبت میکنیم، در مسجد ها صحبت میکنیم. خیال میکنه دشمنای خدا آرامند؟ خیال میکنه دشمنای خدا از این رفتار ما خرسندن؟ نه، دشمنای خدا برای پیشگیری کردن این صحبت ها الکید نقشه کشیدیان، قانون نوی آزادی وجدان تهیه کردیان، با حکومت و پارلمان پیشنهاد کردیان. عزیزان من، در این قانون نو فقط امر معروف در مسجد در روز جمعه در دیگر وقت ممنوع است، در دیگر وقت امر معروف جنایت حساب است. اگر این قانون از دست پارلمان های ما دفترهای ما امضا شود و گذرد، دیگر کسانی امر معروف میکردگی جنایتکار حسابند، نزد قانون اونها را جزا میتیند. ببینید دولتی که امروزها جار از مسلمانی میزند، جار از جشن امام اعظم میزند، امروز برای پیشگیری دعوت چی چاره ها و چی قانون ها دیدیست. شما خاموش باشه، شما با دپوتاتاتان مراجعت کنی. عزیزان من، همون دپوتاتایی که داره به اونها مکتوب نویسه که جناب فلانی ما شما رو با اون میدیان وقتش آواز داده بودیم که دین ما را شریعت ما را مدافع میکنید، و الا این قانون امضا شود، اولش که کسی این امضا میکند وی دوزخی است، وی میخواهد دین خدا را پیشگیری کند اما نمیتواند. من بارها اعلام کردم، با میتونم که این دین اسلام دین است که از روزه که حبیب خدا محمد لا اله الا الله گفت دشمن داشت، مشرکای مکه بودند، نتانستن پیش راش گیرند، چنگیزها نتانستن پیش راش گیرند، صلیبی های سرخ نتانستن پیش راش گیرند، 80 سال کمونیستا 120 میلیون کشتن نتانستن پیش راش گرفتن. امروز دموکرات ها نمیتونن گیرند. اگر مقصدشون محو اسلام باشد، اگر محوش شد من کردنی دعوت باشه، والله من به اینها خطاب میکنم، به سرداراشون خطاب میکنم که زوری بهوده نزنن میانی خوشا میشکند. انشالله این است، این است حال ما مسلمان هایی که جشن امام اعظم پیش بگیریم. جشن امام اعظم روز دراز در تلویزیون از زبان کنلوچا میشنویم. درباره امام اعظم که صحبت میکنه زنهای سرلوچ، زنهای کنلوچ، زنهای کرتیافین کافرات. حیف امام اعظم، حیف سیرتی او. خوب از زن مکن صحبت درازم شد. الان پیش ما دبای عبدالرازی خواست. من ثواب این صحبت خود که آیه مبارکه رو ترجمهش بود به روح بهای عبدالرازی خدی میکنم تا اینکه در این سفر دور و دراز براش بهترین رفیق شود. پروردگار نورش پر نور و جاش جنت کند و این بیماری 5 سال و 6 سالش سبب آمرزش گناهاش، سبب رفع درجات گرداند. پروردگار خاندانش و فرزنداش صبر جمیل نصیب کند. پروردگار برای او در جنت بهتر از خاندانش خاندان نصیب گرداند. پروردگار الان عبدالرازق ما در خانه قبر قرار بگیرد. خدایا زبانش به گفتن سوالهای منکر و نکیر جوابش گویا گرداند. پروردگار قبر او رو باغی از باغ جنت گرداند. خیلی آدم خوبه بود، آدمی با محبت و به اخلاص بود. خب به هر حال این نشانی خوبیش است که این قدر آدم زیاد در جنازه وی از پروردگار آمرزش گناه طلب بکنند. رسول اکرم در هر بنده مؤمن وفات کند و 100 نفر جنازه او را از اهل ایمان خوانند و براش آمرزش گناه طلب کنند. خدا به شفاعت اینها گناهش میگذره. دعا کنیم پروردگار جاش جنت کند، خاندانش صبر جمیل نصیب فرماید. شما را عزیزانی که از راههای دور و نزدیک برای تعزیه و برای نماز جنازه خواندن آمدید، از همون قرائتی که پیغمبر بزرگوار وعده کرده اخبار نصیب گرداند. آمین. در ذمه‌اش از نماز روزه چیزی مانده باشد. خداوند غفور و رحیم است، اما حق العبد گفته نمیشه. خامای عزیز این محله کس آدمی کارگر بودن، آدمی با آبرو. احمدك یا الله، يا من كتب الفناء على جميع خلقه وكتب البقاء على ذاته
میگویم تو را ای ذاتی که با حکم ازلی خود تمام موجودات را شربت مرگ میچشانی و کسی از چشیدن شربت مرگ رهایی نمی‌یابد. حتی پیغمبر بزرگوار و حتی حبیب تو محمد رهایی نیابد. و هم بگویم تو را خدایی که فقط ذات تو ذات شاهدانه و حبشی كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وأصلي وأسلم على حبيبنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال في لحظات أخيره من الحياة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن للموت لسكرات همراه شما عاشقان مدرسه محمدی یک جای سفر میکنیم به مدینه منوره به مکانی که قرآن در اون نازل میشد و به جایی که پیغمبر بزرگوار در آنجا هستند میروید و شما تصور کنید که الان در مدینه منوره هستید و واسطه های اخبار عموم اعلان داشتند که رسول اکرم برای زیارت خانه خدا به حج می روند و تمام عاشقان محمدی از اطراف و از دیارهای خود از شنیدن این خبر به مدینه رهسپار شدند و در مدینه شماری زیادی از امتان حبیب خدا جمع شدند. رسول اکرم روزی 25 ماه ذوالقعده بود با اشتر خود سوار از مدینه بیرون شدند. بیابان و صحرای مدینه و مکه از آدم پر بود و چار اطراف رسول اکرم به مقداری که چشم می رسید صحابگان او عاشقان او قدم می زدند و رسول اکرم مانند ماهی که در بین ستارگان حرکت می کرد بالایش سر به سوی روان بودند. پیامبر خدا با یاران خود به ذوالحلیفه رسیدند که میقات اهل مدینه و از آنجا احرام بستند برای حج. عزیزان من، این حج در اسلام به نام حجة الوداع و همه اصحاب بزرگوار او لباس سفید در بر کردند و مانند بحر سفید بیابان مکه لب کرد. در بعض روایات
شماره صحابگانی که در آن حج همراه رسول خدا بودند به 114,000 نفر می‌رسید.